استرالیا یکی از شهرهای خطرناکترین برای زندگی کردن انسان است. در آن شهر طبیعت خیلی زیبا دارد، ولیکن حشرات‌ها و حیوان‌ها خزنده و درنده خیلی بسیار دارد که برای زدن نیش آنها انسان را آزادانه به هلاکت برده رسیدنش ممکن. السلام علیکم، خوش آمدید به کانال عالم حیوانات. یکی از خطرناکترین مار در استرالیا مار نام دارد پیتون. پیتون در هر یک فصل ها رنگ های خودش را عوض کرده می‌شود و که تغییر داده می‌شود رنگ های خودشان. پیتون ها این ماری هستند که نام دادن استرالیا ها نام مار اینها آفتابی، یعنی که خدای آفتابی. پیتون ها در آب زندگی میکنند، حتی در 100 متر میگن در بلندی های هم زندگی میکنند. پیتون ها اینقدر افسانه تر هم هستند ولیکن بی‌آزارشان هم هست. پیتون ها عمر به سر میبرند 3 سال، یعنی که اینها غذا میکنند. غذای اینها از خلاموش ها هستند، خرگوش ها هستند، چونچوق و چیزای میده های غذا میکنند. پیتون ها هر یک فصل سال بچه میکنند. بچه اینها یعنی تخم میکنند. اینها اینقدر بسیار تخم نمیکنند لیکن کم دیده میشد. پیتون ها اینقدر مشهوره که هستند که برای آنها کم تخم میکنند، کم نایافت هستند. دوستان عزیز، با کانال ما باشید، ما شما را با هر یک نمودی حیوان ها خزنده